وقتی یکی چیزی رو خراب میکنه، میشکنه یا باعث هزینه میشه، این جمله نجاتت میده. You owe us a pair of glasses. You owe us a pair of glasses. You شما. او بدهکار بودن. us به ما. You owe us شما به ما بدهکاری. A pair of glasses یه جفت عینک یا یه عینک، چون دو قسمتیه از pair استفاده میکنی. A pair of jeans یک شلوار لی. A pair of shoes یک کفش. تو به من یک عذرخواهی بدهکاری. You owe me an apology. او بهت پول بدهکاره. He owes you money. اگه آموزش‌های کوتاه و سینمایی رو دوست داری، منو دنبال کن. هر روز یه جمله کاربردی با صدای من. حالا این سکانس رو بدون زیرنویس ببین چی میشنوی. حتما کامنتش کن، تصحیحش میکنم. As always, enjoy learning. You know, you owe me an answer. You know, you owe me an answer.